با این هوش مصنوعی که بهت معرفی میکنم این نقاشی رو بکش، اینو تحویل بگیر. اول توی یه جمله اون چیزی که توی ذهنمونه رو توصیفش میکنیم. بعد میایم با یه رنگامیزی ساده بهش میگیم چی کجا باشه. مثلا من دریا رو با آبی نشون دادم و ساحل رو با سفید. کافیه یه خط سفید اون وسط بندازم، اون خودش تشخیص میده که باید اونجا یه موج رسم کنه. نکته جالبش اینه که میتونیم آیکان هم به تصویرمون اضافه کنیم و اونو تبدیل به نقاشی کنه. من خورشید و پرنده و یه سری نخل اضافه میکنم. حالا دوباره با رنگامیزی میام اون پشت با رنگ قهوه‌ای بهش نشون میدم که یه کوه یا تپه برام ترسیم کنه. یه سری گیاها هم اونجا باشه. نکته جالبش اینه که کارو میشه لایه بندی کرد و با عقب جلو کردن لایه ها تصویر رو عوض کنی. دست آخر یه قایقم به کارم اضافه میکنم و یه سری ابر و تصویر نهایی واقعا بی‌نظیره. توی کپشن اسم سایت رو گذاشتم. لایک و کامنت یادتون نره بفرستین برای اونی که فکر